حسین خوبی؟ دنی کشوندری من؟ کم. حاضری؟ تصمیمت گرفتی؟ امروز داریم میریم با این سر و وضع خواه 3 هفته دیگه میایم با لباس دامادی و کچلوار دنبالت. آرزوت چیه؟ آرزوم اینه که تشکیل زندگی بدم، جشن 1 سالگیمو بگیرم بدون کلک، بدون کسکلک بازی، جشن 1 سالگیمو بگیرم و دست به دست شما بیام جلو. ماشاءالله انشالله موفق باشی. مؤید باشه. حرفی، حدیثی، پیامی پیام برای دوستانی که یک روز تو کوچه یک آدرسی دنبال آدرس میگشتم، کوچه بنبست بود، دراز بود، بارون هم میبارید، نشه بودم، برای خودم شعر میخوندم، گشکم میزدم، رفتم ته کوچه، برگشتم دیدم اون پیرمرده دم سر کوچه نشسته. گفتم حاجی این کوچه آدرسی میخواستم. گفت پسر این کوچه بنبسته، برگرد. باز حرف گوش نکردم، رفتم داخل کوچه، دیدم کوچه بنبسته، برگشتم دیدم دیگه حاجی هم نبود. وقتی که رسیدم سر کوچه اگه گفتی کی رو دیدم، کیو دیدی؟ خودم رو دیدم که دیگه پیر شده بودم. آخ. برگردیم که این کوچه بنبسته، هر کوچه بنبسته یک دری داره، در بنبستم راهشم انجمن مسلمان گمنام. ماشاءالله بالاتر از سیاهی هم رنگی نیست. سفیدی موی من و شماست که هر یه خال یک تجربه هستی. ماشاءالله حسین واسه بهترین ها رو آرزو میکنیم. متقابلا. میریم واسه کمپ.